عادی. سلام اکتیویا، خوش اومدین به اولین ویدیو چنل یوتیوب من. بله، همونطور که تا الان با متوجه شده باشید امروز میخوایم با ساده ترین ابزار یه موشک خفن بسازیم و به فضا سفر کنیم. یعنی اگه بتونیم. پس بریم به سراغ متریال لازم. مواژیک رنگی، بطری نوشابه. بطری میگن یا بطری؟ تو کامنت ها برام بنویسید. چند تا برگ آچار یا به قول پولدارا برگه آفور. چسب تفنگی. و سعدت مثلث این شکلی به ابعاد 20 سانت، 19 سانت، 7 سانت. در مرحله اول باید مثلث‌های کارتونیمون رو به این شکل به بطریمون بچسبونیم. این چرا کار نمیکنه؟ تو برق نبود. چسبم تموم شد. فقط برای اینکه خوش بشه. تقریبا داره موشکمون آماده میشه. حالا باید در بطریمون رو دقیقاً به همین شکل سوراخ کنیم. برای ساخت قسمت بالایی موشکمون از یه برگه آچار کمک بگیریم و اونو به شکل یه قیف در میاریم. حالا بازم فوت. حالا باید قسمت‌های اضافی قیفمون رو جدا کنیم. حالا باید نوک موشکمون رو به بطریمون دقیقاً به همین شکل وصل کنیم. حالا تقریبا موشکمون آماده است و برای سفر به فضا فقط نیاز به سوخت داره. در طی تحقیقات و مطالعاتی که برای ساخت موشک داشتم متوجه شدم که خورشید پشتش بباسه. نه ببخشید، داخل ماژیک یه پوکی جوهری وجود داره که جوهر و مواد مورد نیاز ماژیک رو داخل خودش نگه می‌داره. ولی یکی از مهمترین موادی که داخل پوکی ماژیک بود الکل بود که میتونه سوخت خیلی خوبی برای فرستادن موشک به فضا باشه. و من برای سوخت موشکمون میخوام از 2 تا پوکی ماژیک استفاده کنم. حالا باید پوکه های ماژیکمون رو داخل بطریمون بندازیم و درش رو خوب صفر کنیم. حالا باید بطریمون رو خوب تکون بدیم تا جوهر توی پوکه ماژیکمون خوب پخش بشه. وقتی که بطریمون به این شکل در میاد یعنی موشکمون آماده است. حالا فقط کافیه ما فندکمون رو دم سوراخ بطریمون بگیریم تا موشکمون پرتاب شه. نشد. البته شکست پلی برای پیروزیه. احساس میکنم پایه‌های کارتونی که برای موشکمون ساختیم وزنشو برده بالا و سنگینش کرده. برای همین توی نسخه بعدی حذفش میکنم. قسمت بالایی موشک هم درسته که بادو میشکنه اما بازم فکر میکنم وزنشو برده بالا. برای همین اینم حذف میکنم. اگر تعداد پوکه‌های ماژیکمون هم بالا ببریم در نتیجه موشکمون با قدرت بیشتری پرواز میکنه. فکر کنم که این یکی دیگه بره فضا. اسم این موشک گذاشتم اکتیو 3 چون از 3 تا پوکه ماژیک تشکیل شده و بدنه سبکتری هم داره. وای ببینیم که این آزمایش جواب داد. جوهرش تو دستم پخش شد. نگاه کنید چه بلایی سر میز آورد. خدا وکیلی عجب آزمایشی بود.
موشک خفنی بود، اما ما به چیز خفن‌تر و خطرناک‌تر می‌رفتیم. خانوم‌ها و آقایان، این شما و اینم موشک اکتیو 10 که از 10 تا پوکه ماژیک نوع تشکیل شده. نسبت به موشک‌های قبلی بدنه سبکتری داره و از همه مهمتر از 10 تا پوکه ماژیک تشکیل شده که این یه قدرت فوق‌العاده است. بریم برای تست موشک اکتیو 10. امیدوارم نترکه. و می‌بینیم که بالاخره این آزمایش جواب داد. این آزمایش با موفقیت کامل انجام شد، ولی نمیدونم چرا ما هنوز اینجاییم و به ماه سفر نکردیم. بریم برای تست اکتیو 11. 3 2 1 go. پشمام! همونطور که مشاهده میکنین اکتیو 11 مون یه ذره بغل لاغر شده، ولی خوشم میاد کار خودش کرد. همونطور که ویدیو رو مشاهده کردین، اول ویدیو ما این موشک نوکتیزمون رو اختراع کردیم که به دلیل بالا بودن وزنش و گیر کردن کارتونا به سطح زمین مانع حرکتش به سمت بالا میشد. بعد از اینکه موشک اولمون خوب کار نکرد، اومدیم نسخه دومش رو ساختیم که بدنش سبک‌تره و پایه‌های کارتونی نداره که در نتیجه برد بیشتری نسبت به قبلی داشت. در مرحله بعد اومدیم موشک اکتیو 10 رو ساختیم که از 10 تا پوکه ماژیک نوع ساخته شده بود و برد خیلی چشمگیر و قدرت پرتاب بالایی داشت. اما هیچ کدوم از سه تا موشکمون به اندازه موشک اکتیو 11 خطرناک نبود، چون برد خیلی بالایی داشت و لحظه پرتابش یه انفجاری صورت گرفت که باعث شد بطریمون یه ذره لاغرتر بشه. پوکه‌های ماژیک که برای اکتیو 11 مصرف کردن مخلوطی از چند پوکه ماژیک مختلف بود که نتیجه خیلی خفنی داد. شتاب اولیه بالا، برد مناسب و اون انفجاری که لحظه پرتاب افتاد. مرسی که تا انتهای ویدیو با من بودی. ممنون میشم ویدیومون رو لایک کنی و چنلمون رو سابسکرایب کنی و از همه مهمتر یه کامنت ریزی هم بذار که ثابت نپره. تا یه آزمایش خفن دیگه، خدا نگهدار.